بادکنک ها. توی یه شهر بازی پسرکی سیاه پوست به مرد بادکنک فروشی نگاه می کرد که از قرار معلوم فروشنده مهربونی بود. بادکنک فروش برای جلب توجه یه بادکنک قرمز رو رها کرد تا تو آسمون اوج بگیره و به این وسیله جمعیتی از مشتریان جوان رو جذب خودش کرد. سپس بادکنک آبی، همینطور یه بادکنک زرد و بعد از اون یه بادکنک سفید رو رها کرد. بادکنک ها سبکبال به آسمون رفتند، اوج گرفتند و ناپدید شدند. پسرک هنوز به تماشا ایستاده بود و به یه بادکنک سیاه خیره شده بود، تا اینکه پس از لحظاتی به بادکنک فروش نزدیک شد و با تردید پرسید: ببخشید آقا، اگه بادکنک سیاه رو هم رها می کردی آیا بالا می رفت؟ مرد بادکنک فروش لبخندی به روی پسرک زد و با دندان نخی رو که بادکنک سیاه رو نگه داشته بود برید و بادکنک به طرف بالا اوج گرفت و پس از لحظاتی گفت: پسرم، اون چیزی که باعث اوج گرفتن بادکنک میشه رنگ اون نیست، بلکه چیزیه که در درون خود بادکنک قرار داره. عزیزان، امیدوارم که از این داستان کوتاه لذت برده باشید. تا داستانی دیگر، بدرود.